دارن خورد خورد بودجه نفتی شما رو کم میکنن. این درآمد نفتی شما داره کم میشه. این واسه تنفسی نیست. نماش خالی. صحبت از تحریم به نظر من صحبت از جنگه. اون تا جنگی که درش سنگر و رزمنده و تاکتیک و تکنیک یه مقدار متفاوته. دو که انجمن قطع سازمان بودن نزدیک 100,000 تا کاهش نیرو داشتن متاسفانه. وضعیت عجیبیه. آدم چون خودش مثلا گزارش این برا نمیاد. گاهی یه عذرخواهی ساده بهتر از این است که ما همه مطالب رو بندازیم گردن تحریم. چرا هر مسئولی میاد در وزارت بهداشت از این مافیا میناله؟ مافیای کیه؟ اوایل انقلاب که میگفتن دستمال کاغذشون هم بعد از انگلیس می‌خریدن. این تحریم ها یک مرتبه که به وجود نمیاد و چیزهای بسیار غیر قابل پیش بینی هم نیست. روخنه و چشمه به روش، بلبل و تیکای سروش. بهارون پرت رو بو، افتاب لایده دنسو. این سرزمین گلنشون، نوم چه چیه، مازندرون.